باغ فرهنگی و فراغتی فردوسی قبای ایدانه به بر کرده بود. ساکنان پایتخت لباسهای ملی به بر کرده با چهره گشاده و دل پر از شادی برای استقبال نوروز به اینجا آمدند. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان تأمینه دولتزاده، معاون رئیس شهر دوشنبه رحم‌الدین سلامزاده و رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دلشاد سفرزاده ضمن افتتاح چهاربینی ایدانه حاضرین را با فرارسی نوروز عالم افروز شادباش گفته تاکید نمودند که نوروز میراث گرانبهای نیاگان فرهنگ پرور و تمدنساز ملت تاجیک به حساب می رود. نوروز نه تنها یک سنه در تقویم بلکه رمز امید، پاکی، دوستی و احیای زندگی انسان می باشد. در دوران استقلالیت دولتی این جشن باستانی در تاجیکستان مضمون و محتوای نو کسب کرده به رمز و افتخار ملی و خودشناسی مردم تبدیل یافت. در چهاربینی نوروزی هنرمندان و کاسبان ناحیه فردوسی نمونه محصولات هنر خویش به مانند گلدوزی، خوراکدوزی، زردوزی، کنده‌کاری، ریسندگی، نقاشی و غیره را پیشکش شرکت کنندگان چهاربینی گردانیدند. آماده نمودن دسترخوان نوروزی و پختن طعام‌های ملی از جمله سمنک، حلوا، آش بریده، گندم کوچه، سمبوسه علفی، شکراب و غیره از عنعنه‌های جدا نشونده نوروز به حساب می رود. پزندگان ناحیه فردوسی در برابر هفت‌سین و هفت‌چین، نان و گردچه، پتیر و کلچه و شیرینی‌ها و انواع گوناگون غذاهای نوروزی را نیز به معرض گذاشتند. یکی از عنعنه‌های مهم پرورش سبزه می باشد که رمز احیای حیات و سرسبزی طبیعت است. عادتاً 2 هفته پیش از عید گندم را در طبق‌ها کاشته آن را پرورش می‌کنند تا که در روز عید سبزیده دسترخوان ایدانه را آرا دهد. از این رو در همه گوشه‌های باغ استراحتی طبق‌های سبزه نوروسته گذاشته شده بود. این عنعنه‌ها در مجموع رمز فراوانی، برکت و نیکواحوالی زندگی می‌باشند. آموزگار مکتب تحصیلات عمومی اساسی رقم 3 ناحیه فردوسی نادره بازارова و مهمانان چهاربینی درباره طرز آماده کردن غذای اساسی نوروزی سمنک معلومات داده یادآور شد که آن رمز فراوانی، برکت و آرزوهای نیک مردم در سال نو می باشد. بانوان با خواندن ترانه‌های نوروزی زیر نوای دایره سمنک آماده کردند. این عمل برای حفظ و رشد فرهنگ ملی اهمیت کلان دارد، زیرا نسل جوان توسط چنین چهاربینی‌ها با عنعنه‌های گذشتگان آشنا می‌گردد. در دایره چهاربینی‌های ایدانه خوانندگان مکاتب میانه و دانشجویان حدود ناحیه فردوسی ترانه‌های نوروزی سروده گلبزم دایر نمودند. هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه فردوسی برنامه‌های جالب آماده کرده اشان را پیشکش تماشابینان کردند. برگزاری چهاربینی ایدانه در باغ فرهنگی و فراغتی فردوسی باعث افتخار از وطنداری و شکوفایی کشور ارج گذاشتن به میراث پرغناوت نیاگان و شکرگزاری سیاست فرهنگی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سطح بلند خودشناسی و میهن‌پرستی کل ساکنان مملکت صورت گرفت. چون هر ساله در روزهای تجلیل جشن نوروز پایتخت کشورمان به یک شهر پر از مهر، محبت، شعر و سرود، صدای خنده طفلان و نغمه بلبلان تبدیل می‌یابد. جشن نوروز در پایتخت مملکت تا 28 مارس با چهاربینی‌های فرهنگی و فراغتی و برنامه‌های کنسرتی تجلیل می‌شود.